نیازی وکیل ما شد. نیازی خواهش میکنم بس هست بگم فامیلو بس نیازی بس بچه ها بس هست نیازی وکیل ما شد. 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 ای دختر نیازی وکیل میشه. نیازی وکیل ما شد. وکیل ما شد. نیازی وکیل ما شد. وکیل ما شد. چی شده آقای دختر نیازی نیازی وکیل ما شد. بس هست دیگه پایین کن خدا به غضب خود گرفته وکیل ما نیازی وکیل ما شد. بابای چچا نیازی خواهش میکنم بس هست لطفا راحت هستی مادر؟ خیر بیبی بسیار ساده است. دوباره میگم تو بلندش میکنی این رقمی دیدی؟ برعکس یعنی وقت این رقمی دور بتی اینا تو پایینیه یا پدر ها؟ چطور است؟ خوبش از دودو؟ ای به خدا چقدر خوبش حال خوشت آمد نه؟ راحت شدم خداوند ازت راضی باشه بچه. وقتی این طرف دور بتی میفهمی چی میشه بلند میشه فهمیدی؟ وقتی هم که برعکس دور بتی پایین میشه. هر وقت که خواستی بلند شو هر وقت که خواستی پایین شو بدل خودت است. خب من از طریق اینترنت دوا سفارش دادم چند روز بعد حتما روان میکنن. انشالله شما هم راحت میشین. خداوند از تو هم راضی باشه دختره. زنده باشین. در این صورت پدر ما یک بار تا طویله برم. حال باید از گوام مواظبت کنم. اما تو نیست؟ بچه برو بخیر. در اون صورت ما میرم زیاد شیشتم به شما بازم شفا باشه. زنده باشی دخترم. خانه تا بود برو بخیر. خدا حافظت. برو خدا حافظت. ما به خاطر کمرای دکتر دندان نامزاد بود با این دختر رویه بد میکدیم. بله بسیار. اما این دختر واقعا دختر خوبی است. جانم تو واقعا میخوایی به طویله بری؟ خیلی چی کنم گل میبینه که اینجا چی حال است. پدرم از پیش مادرم جدا نمیشه. جلالم خواهی هیچ معلوم نیست که کجاست. میرم کارهای طویله رو خلاص میکنم تا 1 ساعت دیگه هم پس میایم. با ساختن خانه رو ادامه میتیم. درست است. خیمم میرم خانه باز پیشت میایم. درست است. راستی در داخل من متوجه بودم یک بار دیگه در قلب خانواده من بخواد جایی ساختی. خیلی چی کنم من از دلم آمد جانم. یعنی چیزی ناممکن نیست. میفهمم. او خدا. آرام باش جمال. گل و جمال. شما اینجا چی میکنین؟ با تو چی کن؟ اصلا تو در خانه ما چی میکنی ها؟ آمدم که برات شفا باشه بگویم چی شد چرا وارخطا شدی از خاطر که شما رو تنها گیر کردم. گل آیکان چتیات باندگه لطفاً چرا وارخطا شویم؟ نه خیر به مردم خب میگن از هم جدا شدن اما اینجا تو چیز اینجا تو چیز چی میگی؟ جمال خیر از بانش کان ما از هم جدا نشدیم فهمیدی؟ حتی ما با هم عروسی هم کردیم. من بیازو میفهمیدم که خدایا آی خضوف کرد. معلوم دار زوف میکنه گل. البته که زوف میکنه. تو چی گفتی؟ چی بفهمم جمال نتونست مانی خود شو مسابه من خراب کردم گفتم. اما گل ما خدایی باره گپ زده بودیم اما تو نیست. برای یک مدت دیگه باید راز خود نگاه کنیم. تو چی میکنی گل؟ درست است صبر کو باوش بیایه برش توضیح میکنم. کان بخیر دیگه حالا کان باوش بیا دیگه. چی گفت شده؟ آیسته بخیر چی شده تو را؟ اینجا زوف کرده بودی تو را به هوش آوردیم. شما واقعا با هم عروسی کردین؟ کان یک دقیقه کان ولی از خدا مرا بی گپ مگوش کن. مزاق کردم فهمیدی؟ مزاق؟ بله آدم همه تا مزاق میکنن. این خر مزاق میگن. چی زنده داخل مریض است. من چی کنم کان؟ چی کنم؟ تو پشت همی گپا گرفتی و در هر جای ناله میکنیم. خواستم ببینم که اگه واقعا تو یک گپا بشنوی چی میکنی. آفرین بسیار یک مزاق عالی کردی. آفرین. به هر صورت مزاق از هر چی از من از خود کار دارم میرم به امید دیدار. خداحافظ. بسیار مزاقی هستی گل. آی کان اوف. راست میگم شما با هم اینجا چی میگفتین؟ تو را ناراحت خو نمیسازنی؟ کان چتیات باندگه چرا ناراحت بسازم؟ ما مثل تو به عیادت آمده بودم با جمال اینجا سر خوردم.
گوش کن، من از تو هم جدا شدیم اما همراهت گپ میزنم. چرا همراهی او گپ نزنم کن؟ اما تو نیست؟ بله همه طور است. به هر صورت من زیاد کار دارم، باز میبینیم. سلطان نوشتم میکنم. سلطان. او خدا، این کار بسیار آسان است. پیدایش کردم. سلطان. بسیار خوب. چند ساعت است که اینجا زحمت میکشم، جانم کشید، خسته شدم. حال نوشتای من میخوانم که چی نوشته کردیم. فرهاد قماندان، من از قریه گزلکوی سلطان یلماز بعد از چندین سال این نامه را به تو فرستادیم، چرا که نواسه تو آینما آمد و مرا پیدا کرد. ایمیل آدرس تو را به ما داد. ما بعد از سالها گفتم از تو احوال بگیرم و هم حساب کارایت بپرسم. تو هیچ متوجه سنت نیستی، نمیشرمی؟ چرا پیش خانمای ناشناخته میری؟ تو هیچ شرم نداری؟ دعا میکنم اونجا بموری و گم شوی و کسی هم نماز جنازه تا نخونه. با گفتن سلام برات روز خوش میخوایم. خداوند جزای بده. فراد برو. روانش کردم، حال رفت. این کار بسیار آسان است. توبه. وقت رفت. کمال، به نظر من این نام از پدر کلانم نامده. این گپ دیگه از کجا شد؟ از تاریخا. اینجا کدام اشتباه دیدمش، امکان نداره که پدر کلانم نوشته کرده باشه. این نامه میگه سال 2011 آمده، اما درباره جراحی پلاستیکی گپ زده. خب دیگه چی گپ است؟ یعنی چی که چی گپ است؟ بسیار گپ مهم است، به خاطر که جراحی پلاستیکی در سال 2012 شده. در ایالتم فکر من کاملا پریشان شده. یعنی یا که پدر کلانم نمورده، هنوز هم زنده است و در وقتش خود از ما پنهان ساخته. وقت نامه می نوشتم این موضوع از یادش رفته، یا هم کس دیگه را نوشته کرده. حالا فکر مرم کانفیوز ساختی. ای قماندان رفعت کی است و قماندان فرادش کی است؟ رفعت پدر کلان ماست و فراد پدر کلان و آین ما است. ابو این سلطان مادر بیبی. یعنی در این زمان همراه هر دویش تار دوانده. این گپ از کجا شد کمال جان؟ او فراد کس او را مادر کلانم نمیشناسه. خدا کنه همه قسم باشه. اگر این موقف سلطان مادر پیش ما بسیار پایین خود آمده. اما چرا نداره؟ با این مانا که در جوانی 2 نفری داشته، من 1 تام ندارم. توبه تو را چی؟ اگر 2 نفری داشته باز چی میشه؟ عجیب استی. تو خودت گفتی که در جوانی تو اول خودت ببین کمال. هلالی یک دانیم گفتم میرفتی، حالا چی شد؟ مرا دوست دارم. خراباش. تو هر دقیقه مرا توهین میکنی. دختر طبقه بروکات چی از دیگه؟ تو هم جلال وری لغات نو از کجا یاد میگیری؟ میخوای طبقه اجتماعی هر کس مشخص کنی؟ بیبی چی گفتی؟ جلال گفتی. تو هم باید بیار. اول که اینجا آمده بودی از جلال خوشت میامد، اما بعدن چی شد؟ حال مرا دوست داری. به خاطر که من بسیار مقبول هستم. پس به این معناست که آدم در جوانی امکان داره عاشق بیشتر از یک نفر شوه. همه تو نیست ها؟ دیگه درباره مادر کلانم گپ نزنی. خواهش میکنم. درباره شخصیت بزرگ سلطان مادر کی چیز گفتم میتونه؟ تنها وقتی که دوباره فکر میکنم هر چی که دربارش فکر کردم میرم برام جالب شده میره. آی کمال. تو خدا. این چیز؟ مادر کلانم مادر بود. جواب نامه مامد. توبه. با مکس روان کرده. او مکس جوانی های شعیر بیبی. توبه. سوده چی گفت؟ مادر کلانم چه زد؟ خواهر بیا تو ببینیم. بیا مادر کلان. تو خوب هستی؟ خوب هستم. دخترم خوب هستم. چرا چی شده؟ چرا چیغ میزنین ها؟ مادر کلان خوب هستی؟ بله همه تو دلم شد. دیگه چی گپ است؟ مادر کلان تو چرا باید به ناق چیغ بزنی؟ ناق نبود دخترم. وقتی که میزدم برنده شدم. از او خاطر بسیار خوش شدم و چیغ زدم. ما را بسیار ترساندی مادر کلان. کم بود که زاریم به کفه.
فکر کردم که چیزی شده. بس است دیگه، شما زارتان همیشه آماده کفیدن است. حالا دیگه برین مرا تنها بانین، مگه میزنم. نه مادر کلان، ما آمدیم که چند دقیقه همراهیت باشم. دیگه وقت بیا گلسوم، دیگه وقت بیا دخترم، همراهی دیگه وقت گپ میزنم. حالا دیگه، حالا برو، ما کار دارم باید یاد بگیرم. ایگه ما باید یاد بگیرم. حالا دیگه تو خوب هستی؟ چیزی خو نشده اما تو نیست؟ خوب هستم دخترم، خوب هستم. بخیر برین، بخیزه. توبه توبه. گوش کن، این مادر کلانم حتما کدام راز داره که از ما پت میکنه. راستش خواهر مام چیزی را نفهمیدم. سلطان مادر کاملا عجیب شده، بیخی کلش خراب است. کمال درباره مادر کلانم چه قسم گپ میزنی؟ دروغ نمیگم، گاهی یک قسم میشه گاهی هم دیگه قسم. درست است، هر قسم که باشه تو نمیتونی دربارش قسم گپ بزنی. اما چرا دیگه چی است؟ تو نمیتونی قسم گپ بزنی بس. صحیح است. اگه دفعه دیگه گفتم باز کلمه میده کنی. جانت میده میکنی. دختر به وجدان، 45 سال پیش تو کسی نیستی که مرا رها کردی، رفت رها کردی و رفتی. مرا عصبانی ساخته، کار نکو که اونجا بیایم. فراد توبه نشه که بیایه. توبه خدایا، من چرا این پیام برش روان کردم؟ اگه اینجا بیایه کل کارو خراب میشه. توبه من حالا چی کنم؟ آی اگه خوام باشم مریض هستم، اگه بخیزم سرم دور میخوره. ببین بچه برای چقدر یک چیز خوب جور کده. تا آمدن او صبر کن. بعد از اون دلت که ایره دور میکنی، هر کاری که میکنی بکو. لالای ما بده. کدامشه؟ لالا جلالم. خوب است، بیا یا جلال اینجا بیا. مادر جان تو را چی شده؟ آی جلال پرسان نکو بچه. مادر تو فلج شدی؟ سر ما چیزایی آمد. سر حمله قلبی آمد؟ او اولاد بیشوشش آدم هم این قسم گپ میزنه. فلجشی؟ اما پدر گناه ما چیست؟ مادرم یک دفعه بیبی مادرم توازن خود از دست داده، هیچ خوب نیست. چه قسم؟ از خاطر گوشش توازن خود گرفته نمیتونه، دلشم بد میشه، سرشم دور میخوره، نمیتونه از تخت بخیزه. اما تو نمیمونه، خوب میشه. تو حال کجا بودی او بچه؟ هیچ پدر، قدم میزدم یک دفعه دیدم که این تا سر کو بالا شده. یعنی تا سر تپه رسیدی اما هیچ متوجه نشدی؟ همه طور است؟ آی اسنو سر بچیم گپ نزن. بیازو میبینی که مریض هستم. ها پدر، ده فکر غرق شدم، این تا سر کو رفتم. حتی قدر دور رفته بودم کم بود پس نیایم. هلال ده خانه خوردنی است؟ بله لالا، از من حال برات میارم. وقتی تو تا اونجا رفته بودی یگان پرنده شکار میکردی میخوردی؟ بله پدر، ولی هیچ فکرم نشد. به هر صورت حالی بان که دلق من آن بخورم. بخو بچیم بخو، خدا گشنه نگاه نکن. استاد بسیار تیز کار میکنی. چی کنم؟ کارفرما بسیار ظالم است. نه برم تفریح میته نه ماشه کافی. بی واقعا بسیار ظالم بوده. درست است، بیا بالا، مانع کار استادت نشو. بیا کمه همراهیم کمک شو. چی؟ خاموش کن. امروز همه کار بس است. چی نظر داری؟ بیاز و هوام تاریک شده. تو هم راست میگی، همه بس است. اما با تو قول میتم در وقتی که گفته بودم خانه رو تکمیل میکنم. درست است؟ میفهمم، باور دارم خلاصش میکنیم. بیا که وسایل ما را جمع کنیم و خانه بریم. درست است.
آی بسیار مقبول شد. خوشت آمد؟ بله پرت چکته. بیار مرا بگی بده که شروع کنه. چی را شروع میکنی؟ 2 دقیقه منتظر باش. جمال و نیازی هم بیاین دیگه. بیادر اینا خودش دیدن هم میشن، نمیفهمین کجا رفتن؟ نیازی همراه نهال به غذا خوردن رفت. اوه غذا خوردن هم شروع شده. کاملا وقت خودت در اختیار خانم نهال مانده. به خدا یادم بخی خدا گم کده ایره گفته باشم. چرا مغرور شوه؟ نیازی را کل ما میشناسیم. اگه مغرور شد میفهم همراهش چی کنه. خب اما بیادر فهمیدم نیازی همراه خانم نهال است. خی جمال کجاست دیگه؟ جمال فکر میکنم یک کار بسیار مهم حل میکنه. چی میگی؟ چه قسم کار حل میکنه؟ شما پشت گپایی نگردین. مادر او بیچاره مریض است، حتما اموجه است. دیگه کجا میباشه؟ اما تو صدیق. بله ما امور رو میگفتم. تو چرا گپ از دانم گرفتی؟ بله امور رو میگفتم. خب بیا در وقت کسی نمیایه چای بنداز که بنوشیم. کمی گرم بیایم دیگه. بخیر راست میگه. مرا گلاس ده. بیا پرتو. بیا ایران بگی. شروع کن ایران جان، کم کم بخون دیگه. بلیاز خدا نهال از دیشب تا حال تو را چی شده؟ چیزی نیست. خوب هستم. تو چی کردی؟ تمام روز در قهوه خانه؟ امروز بسیار یک چیز مهم رخ داد. بسیار چیز جالب پیش شد. خواستم اول به تو بگویم. چی شده؟ خانم آینوما را خو میشناسی؟ او به قهوه خانه آمده بود. میفهمم. دست به دست چیشته بودین؟ دست به دست؟ چی قسم دست به دست؟ کی برات گفته؟ کسی برام نگفته نیازی. من دیدم با چشمای خودم دیدم و از اونجا رفتم. به خدا اشتباه فهمیدی. به ناموسم به شرفم قسم که اشتباه فکر کردی. تو نیست. بله نیازی تو بیخی وکیلای پارلمان واره گپ میزنی ضرور نیست. اما تو راست. همراه خانم آینوما 2 نفر از حزب آمده بودن. اونا برام پیشنهاد کردن که خودت در پارلمان کاندید کنم. راست میگی جانم؟ به خدا قسم میخورم نهال. مام گفتم فکر میکنم باز بعداً براتون میگم. بعد از او دیگران رفتن. خانم آینوما ماند که مرا قانع بسازه. یک وقت دست مرا گرفته بود. شاید تو هم اون وقت ما را دیدی. چرا دست تو را بگیره؟ یا آینوما چرا پشت تو را گرفته؟ هیچ نمیفهمم. موضوع آینوما نیست نهال. من تو را دوست دارم. چرا نمیفهمی؟ اگه به تو اهمیت ندادم حال پیش آینوما میبودم. اما در زندگیم دقیق تر بگویم در زندگی هر دوی مایی بسیار مهم است. من نمیخوایم بدون مشوره توی تصمیم بگیرم. بالاخره من باید از قریه‌داری استعفا بدم. به من درجه 2 میتن. یعنی انتخاب شدن من یک چیز ضمانت شده است. بله اما اگر انتخاب شوم باید اینا رو رها کرده به انقره برم. رها کردن اینا مهم نیست اما رها کردن تو بسیار مشکل است. اگه میگی همراه تو یک جای به انقره میایم، خانم یک وکیل میباشی، پیشنهادم قبول کن. یا اگه بگویی که نرو من پیشنهاد رد میکنم. اما نیازی ای در زندگی تو بسیار یک چیز مهم است. آیا ای را به تصمیم من وابسته میسازی؟ بله، به خاطری که تصمیم باید 2 طرفه گرفته شود. تصمیم تو تصمیم من است. خب اما نمیفهمم که چی بگویم. چقدر وقت داریم؟ اولا زیاد وقت نداریم. درست است. خیلی من باید فکر کنم. درست است. تو فکر کن. ما هم خودم فکر میکنم. حالا موضوع رو فهمیدی؟ تو هر چی بگویی اما تو میشه. نیازی من بسیار معذرت میخوایم. من همیشه درباره تو اشتباه فکر کردم. بسیار معذرت میخوایم. هیچ مهم نیست. من فراموشش کردم. اما با تو وعده میتونم در زندگی هر وقت میتونی سرمایه اعتماد کنی. من در هیچ موضوعی به تو دروغ نمیگم. نمیفهمم که چی کنم خواهر. جلال خدا کاملا یک فعال سیاسی ساخته به خدا. خدا چشمای او سیاست مداره کور کنه الهی. توی قسم میگی؟ بله میگم آیتن.
به خاطر لالا نیازی تو میگم تو نیست؟ ها از امو خاطر میگم وقتی که او به سیاست رفت سیاست نسبت به من ترجیح داد. آی خواهر نشه که جلالم سیاست نسبت به من ترجیح بده. نه جانم جلال بچه بسیار خوب است. او یک کار نمیکنه. حتما اگه او سیاست هم ترجیح بده کدام مشکل پیش نمیاد. اما تو نیست وکیلا و وزیرای زیاد را آدم میبینه که امرای خانمایشان خوب است. تو درباره نیازی فکر نکن آدم بسیار بد است اما جلال خوبت نیست. ها مطمئن هستی خواهر؟ بله چیز نمیشه. جلال بچه بسیار خوب است تشویش نکن. نیازی های اگه خدا بخواد. گوشکو چی میگم زنکه داماد ما چقدر آدم عجیب است. به فکر کی میرسه که تلویزیون در چت نصب کنه؟ یوسف جان در شهر تو کارا را میکنن از مجلا است نه از اونها دیده یاد گرفتن. راست میگی؟ شما اینجا چی میکنین پدر؟ تو را چی غرض؟ ما چت سایل داریم. چرا قار میشی پدر؟ مرا بیبی عوضی که تو را ببینم و صاحب خراب شوه چت رو ببینم بهتر است. از اینجا خود گم که دختر شیشک. آی مادر خواهرم کجاست؟ در کل جای پالیدمش نیست. خواهر در اتاق آیتن است. برو دیگه حالا گم شو گم که. توبه خواهر تو کجاستی؟ در کل جای تو را میپالم. چرا میپالی؟ من اینجا شیشتیم دختر. خواهر دکتر دندان است نه؟ فکر میکنم از من خوشش آمده. ایگه بس کجا شد دختر؟ امروز با ما به کنایه کل گپا گفت. آی توبه راست میگی دختر؟ ها یعنی تو حال از لالا جمال امید خود قطع کردی؟ ها اگر که زحمتی که به جمال کشیدم به کسی دیگه میکشیدم حال خدا میفهمه که چی میشد. حالا که دکتر دندان مرا دوست داره ما هم همراهش عروسی میکنم. خوب است دختر. حداقل یک تصمیم گرفتی یا یک چیز خوب است. بله خواهر عشق اول دیگه چیز. تو نیازی را بیبی آخر چی شد؟ همراه یازنه ما عروسی کردی. نیازی را فراموش کردی. یازنه هم تو را دوست داره. زندگی تو هم خوش میگذره. همه تو نیست؟ بله دخترها عشق اولش مهم نیست. مطمئن باشین بهترین عشق آخرتان است. راستی خواهر گفتن نیازی وکیل پارلمان میشه. راست میگی دختر؟ به انقره میره. توی خوکه بیبی ای خوک چقدر خوشتاله است. تمام خواستاش حقیقت شده میره. ای چی از دختر؟ کی آمده؟ میبینیم؟ بریم خدا بینیامین امرایتش پرچهش آمده. بینیامین بیناش یازنی پارن موتر خدا تغییر بده. امازا کرده. صبر کنین من میایم. آیسته اوپ بالا شو. آتش پرچه آمدیم به خانه خود آمدیم. من خب بسیار خوش هستم. تو چی حس داری؟ بینوشه نوت خیر باشه. آتش پرچه خدا گرفتم نوتم. روزایی بعد گذاشتم. خیر باشه. زنده باشی. بخیر باشه. بسیار خوش شدم. وایده حالتش تغییر خورده. نیازی چیز کرده بود خرابش کرده بود. من تغییرش دادم. بسیار خوب تو بهتر شده. خوبتر شده. زنده باشی پدر. بسیار تشکر. ترکان حالا بچیم تایپ روشن کو که محترم خدا نشان بده. کمی رقص کنیم چطور؟ بسیار خوب میشه. وایده بیا نشن دیگه. کمک کمرت نشون بده. دیگه از باش. جوچه خدا سعی تکن بسیار در میدان داخل شد. حالا میدان آفرین. نیازی به خاطر امشب از تو بسیار تشکر میکنم. راستش من از تو تشکر میکنم. اگر راستش پرسان کنی من نمیخواستم امشب بیایم اما شکر که آمدم. از خاطر که سرمقار بودی نمیخواستی به غذا خوردن بیایی نه؟ راست میگی. چرا دروغ بگویم؟ بله از همین خاطر.
پس میخواستی چی کنی؟ هیچ، خدا در اتاق قفل کرده. گریه میکنی. دلت با چشمای مقبولت نمیسازه که گریه میکنی؟ او چشما به ما بسیار خوشحالی میده، سرور میده. ما به خاطر اشکی که از اونا میچکه تمام دنیا رو خراب میکنم. دیگه از خاطر تو گپا گریه نکنی، قول بتی. قول میتون. اگه کدام وقت خوشحال بودی او وقت میتونی گریه کنی. حتی او وقت ما هم همراه تو گریه میکنم. از خوشحالی گریه میکنیم. درست است؟ درست است. مرادید؟ دید. شام بخیر نیازی، چطور هستی؟ خوب هستم، بسیار خوب هستم. تو چطور هستی؟ مام خوب هستم. نیازی مرا به خانه رساند. بله مام حالا دیگه میرفتم. خب دیگه شامتان بخیر. خداحافظ. خداحافظ. شب بخیر. خواهر میبینم که خوش هستی. همه چیز خوب است؟ بله همه چیز خوب است. بریم. سوره؟ تو اینجا چی میکنی جانم؟ خواهر، من مادر کلانم از زیر نظر دارم، هیچ از تبلیغ دور نمیشه. توبه توبه. سوده مرا بیبی، تو حال برش ایمیل فرستادن یاد دادی نشه که به کسی ناشناخته ایمیل بفرسته؟ من نمیفهمم شاید، اما من یک گپ مهمتر دارم که باید براتون بگویم. چی شده؟ برام بگو. درباره اون نامه که از پدر کلانم آمده بود. خب چی است؟ در اون نامه نواقص زیاد وجود داره. چه قسم؟ یعنی چرا؟ این قسم این آمد از سال 2011 آمده، اما درباره جراحی پلاستیک روی که در ایتالیا رخ داده گپ میزنه. کو در سال 2012 رخ داده. این نامه یک روز قبل از گم شدن پدر کلانم نوشته شده. یعنی حالا که تو باشه اخی چطور یک گاده سر نوشته کرده که یک سال بعد رخ داده ها. این دیگه چی معنا داره؟ اینطور معنا داره به نظر من شاید پدر کلانم زنده است. این جانم امکان نداره. خواهر کس جنازه او را ندیده، ما فقط شنیدیم که مرده. امکان داره حالا در کدام جای مخفی باشه. جدیت بس کو دیگه. خواهر این نامه نواقص زیاد داره. خیلی حاله مادر کلانم همراه پدر کلانم ایمیل میکنه. اینا میبینی ایمیل کردنم یاد گرفته، حتما همراه پدر کلانم ایمیل اکانت میکنه. تو امکان نداره. نمیشه. خو میشه. خدا را شکر خو شد بالاخره. خوب است. تو همراه ما بیا بچیم. همراه تو چی کنم؟ چی؟ همراه چی کنم؟ گپ میزنیم دیگه چی کنیم؟ مادرت نم خو شده، اگه اینجا گپ بزنیم بیدار میشه. بیا اونجا بشی. مارسل کو گوش کشی میگم. و کتابا را از کجا پیدا کردی؟ کی فکر تو را خراب ساخته؟ بچیم بگو. کسی فکرم خراب نساخته، فکرم روشن شده. فکر میکنی تو را نمیشناسم؟ کی اونا را برات داده؟ بگو بریم کی برات داده؟ دکتر دندان لالاکان، او برم داد. گفت وقت اضافی داری اینا را بگی و بخوان که فکرت روشن شوه. این کارا قسمه که تو فکر میکنی پیش نمیره. تو خودم بر مردم سپر قرار میتی، از خاطر اونا خود خسته میسازی، اما وقتی که تو به اونا ضرورت داشته باشی میبینی که هیچ کس در پشت نیست، تنها میمانی. راست میگی پدر. البته بچیم فکرت در سرت بگی، باید بسیار متوجه خودت باشی، اگه نه خودت تبا میسازی. تو هم راست میگی پدر جان. وقتی در باغ کاکا یوسف میخواستم به کارگرها حقشانه بگیرم، خب کلشان مرا رها کردن و رفتن به کار کردن. من اونجا بیخی تک و تنها ماندم پدر. بله دیدی نه؟ حالا
باید فکرت سرت بگیری. دیگه تو یک چیز نشنوم برات خوب نمیشه. این بار تو را میبخشم اما دیگه تکرار نکنی. درست است پدر. ماچکو دست من. جلال بچیم، شما کلتون بر من مثل زیورات هستین. من نمیخوایم به یک طور محیطانم ضرر برسه. بیبی یک روز من میرم و دیگه پس نمیایم. مادرتون میبینی که در چی حاله است. سر مادر چی روزای آمد خودت دیدی. هفتید حال خسته نمیتونه. یک روز وام میموره و میره. باز کی از شما مواظبت خود کرد؟ اینتو نکنین بچه، اینتو نکنین. این گپ پدرتان گوش کنین. پدر تو چرا تیه گپ میزنی؟ بس کو دیگه گریه نکو. مردا گریه نمیکنن. بس کو. اما تو هم گریه میکنی. من گریه میکنم. من یک مرد هستم اما همه تو یک پدر هستم. پدرها گریه میکنن. وقت پدر شدی باز میفهمی. وقت پدر شدی میفهمی چی میگم بچه. بخی دیگه قدر خود شیرین نساز. بخی مرا در بغل نگی. بخیز مرا خونک گرفت. بیا داخل بچه بیا. گفتم بیا داخل. درست است پدر.